طبق نقشه کارهای آبادانی و بنیادکاری در حدود ولایت تا امروز 743 انشاءات با مبلغ عمومی 927 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شده. در آنها زیاده از 3200 جای نوی کاری تشکیل گردیده است. دولت و حکومت مملکت از نخستین روزهای صاحب استقلالی تا امروز به خاطر رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان و منتظم بلندبرداشتن سطح و صفت زندگی ساکنان آن تمام تدبیرهای ضروری را عملی کرده ایستاده است. در این دوره از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی ولایت و شهر نایای آن بیش از 21 میلیارد سامانی روانه گردیده است. تنها سال 2020 و 6 ماه سال 2021 از حساب بودجت دولتی برای تأمین فعالیت ساحه‌های مختلف، بنیاد انشاءات اجتماعی، تعمیر و ازدوسازی راه و پل‌ها، کارهای ساختمان و آبادانی، حفظ اجتماعی اهالی و دستگیری بودجت ولایت 922 میلیون سامانی روانه شده است. در زمان صاحب استقلالی در حدود ولایت 33 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با مبلغ بیش از 3 میلیارد سامانی به انجام رسیده. حالا تطبیق 14 لایحه دیگر با مبلغ عمومی 3 میلیارد و 300 میلیون سامانی ادامه دارد.